سلام دوستا، امید که خوب و صحتمند باشین. یک تحلیل داشته باشیم از ارزان. دیروز هم تحلیل داشتیم، نقطه ورود را گفتم. یک نقطه ورود ما ایجا بود به شرطی که دامیننس ما سبز، کندلای سبز میزد و پوزیشن کسایی گرفتن نوش جانش. ما خونه گرفتیم، از این مالت کوین گرفتیم، ایتریوم، بی ان بی و سولونا که استاپ زد. این دوتا هنوز هم باز است و باز می باشه. بیت کوین چی وقت میگیرم؟ بیت کوین بعد از اینجا میگیرم که به اسلایش بزنه، بعد از او باش کسی جا پوزیشن میگیره، مطمئن تر است، به شرطی که بازم دامیننس بیت کوین ثبت باشه. خب به هر صورت یک تحلیل داشته باشیم بر فعلا. خب حالا میشه بگیم روان سعودی شده؟ نه خیر، یک باکس رنج داریم به این شکل. این باکس بالا پایین رفته است، کلا فرق نمیکنه الا که یا بیاده ای تچ کنه در خط رواندش. باش میکنه چیز کنم BTC USD واضح تر بردار چیز کنم. درست است. یک باکس داریم، یک باکس تازه درست کرده. درباره باکس ما قبلا خیلی در دو تحلیل 4 تحلیل قبل ما گفتیم درباره باکس که هفته ایزی رقم بسته شود امکان داره یک باکس به این شکل درست کنیم که باکس درست است. فعلا به این شکل است، روند ما سودی نشده الا که هفته ای بتانه بالای ازیه ببنده، بالای یک لگو 115,602 بالا از اگر بتونه بسته کده کندن، اون وقت ما میتونیم بگیم بله لو وب سایکل قرار است که سودی شود و نشانه تاییدش بعد از شکست هیچ است. درست است. بر فعلا چیزی گفتن نمیتونیم تا که شکسته نشه. 4 اکتبر هم خبر داریم، تا اونجا امکان داره به شکل در بین باکس گیر کنیم یا الا که هجوم بیاید بتونه میره شکسته. برای شکستن از این هجوم زیادتر کار است، چرا که اوردر زیاد است از پوزیشن شورت. لازم منتظر می باشیم ببینیم چی ساختار درست میکنه. برای فعلا پوزیشن هایی که اگر کسی گرفته خب بد نیست که یک سیف سود کنید، چرا که هنوز سقف میده نشده، داخل یک باکس است، امکان داره پس بیاد دوباره در کف باکس به این شکل. درست است. خب فعلا که رفت وقت خیلی خوب فکر کرد. فعلا که رفتیم این محدوده مقاومت خیلی مهم بود که با این کندل با این مناس خیر اف وی جی به این شکل یک نامه را میگم برش. اما این کندلی است که باعث شده خیلی از پوزیشن ها لیکوید شود، پوزیشن های شارت و آردر ها فیل شود. خب این بعضی وقتی تبدیل به حمایت میشه که بله برای فعلا مقاومت ما اینجاست، یک محدوده حمایتی برش داریم میشه که تقریبا بین میشه میشه بین اف وی جی ما میشه. درست است. منطقه اصلاحش تا کجاست؟ منطقه اصلاحش تا امیجه که تا وسط اف وی جی بیا یا الایی را پر کنه دوباره حرکت کنه. اگر پایینتر بیاد چی؟ پایینتر بیاد چیزی نه، فقط قدرتش کم میشه، یعنی زور روند سودی ما ضعیفتر است. اگر ضعیفتر باشه به ایمان است که ما قیمت های بالا رو به زودی دیده نمیتونیم. شاید الا اگر لیگ دوم شروع کنه یک تست کنه ایجاره بتونه میده کده دی مقاومت ها بازگیر کنه. چرا که روند قبلی ما زوری نداره که بتونه قیمت های بالاتر رو ببینیم. به همین خاطر است که منطقی ابی است که اصلاح هم زمانی و هم قیمتی کم باشه و زمانی حداقل امروز باشه داخل اف وی جی بیاید در وسط شایر فیل کنه دوباره حرکت کنه. مهم اف وی جی نیست، فعلا ما اصلاح رو میبینیم که تا کجا اصلاح منطقی است. چرا که روند قبل داشتیم به شکل ایره اگر یک لیگ حساب کنیم به شکل اصلاحش بیاد، لیگ دوم میتونه ایره بشکن با شرطی که اصلاح در بین اف وی جی باشه یا الا که دی برسه امکان داره بشکن. اگر از یه پایین تر شه شکست از یه کمه که برش مشکل میشه. خب بریم سمت دامیننس بله اینجا شکست، دامیننس اینجا شکست. بر فعلا سقفش اینجا در نظر میگیرم. آیا میتونیم بگیم یک باکس درست کرده؟ بله. اگر دی یک کمک زمان زیاد در بین ازی باکس بانه، خود بیت کوین دو باکس که در نظر گرفتیم و خود
دامیننس دی امکان داره که باکس رنج به این شکل درست کنه یا الا به این شکل درست کنه تا الا خبر بیه و یک نقدینگی جدیدی بیاد در بازار که بتونه قیمت ها رو بالا ببره. ولی اگر ای بتونه بشکنه ایجاره، ای بتونه اگه ای محدوده رو بشکنه با کندل و تایید بده دی بالا بانه، درست است، میتونیم قیمت های بیت کوین بالاتر هایش ببینیم. مثلا چی؟ مثلا قیمت های 1,17,000 تا 100. بله این محدوده رو میتونیم ببینیم. خب برای فعلا چی باید کرد؟ برای فعلا کسایی که پوزیشن بیت کوین دارین میتشه که سیو سود کنین، حالا امکان داره از یه پس برای بالا فرق نمیکنه و فعلا که تا جایی که معلومش اگر دامیننس بیت کوین سبز بانه ما تمرکز روی بیت کوین میگیریم. برای فعلا ببینید بعضی آلت کوین ها که با پیر بیت کوین سودی است و کندل سبز میزنن، اما زیادیش مثل یا اصلاسن یا روانشان خیلی ضعیف است، ال دی و سبز میزنن چرا با پیر بیت کوین سودی است. دیگه ارزها با پیر بیت کوین که سودی نیست و رنج میزنن، یعنی روند سودی دارن خیلی ضعیف به این شکل، درست است که خیلی ضعیف هستن. الایی که دامیننس شروع به سرخ زدن کنه که یا بتونه کندل شارپ تر بزنه. خب فعلا چی؟ فعلا ای که منتظر اصلاح بیت کوین می باشیم، اصلاح خود بزنه در تایم فریم های خردتر و پوزیشن داشته باشیم روی بیت کوین. و قسمی گفتم فعلا هم روند ما سودی نشده، امکان داره از یه برگرده، امکان داره ایجار فکر کنه پس برگرده در خط روندش، اما یک خط روند مهم در اینجا است که ببینیم به چی واکنش نشان میده. توتال دو که ایجار فکر در یک مقامت خیلی مهم قرار داد در یک روزه، البته هم در 4 ساعته. بله مقامت خیلی مهم است برش اگر ایره بتونه مایده کرده، لیکن به شرطی که در وقت دامیننس بیت کوین سرخ باشه ایره میتونه مایده کرده، شکست میشه که شکست بشکنه ایره به شرطی که دامیننس بیت کوین سرخ باشه. اگر سبز باشه چی؟ بله شاید بعضی ارزها اگر نقدینگی خاص روی بیت کوین ببخشید روی اتریوم بی ان بی سولونا بیاید امکان داره ایره بتونه بشکنه یا روی داتای اول، غیر از او مشکل میشه برش کمی که بتونه شکسته و اگر بشکنه خیلی خوب پوزیشن میده آلت کوین ها، خصوصا 10 تا کوین اول که من پوزیشن دارم روی بی ان بی و اتریوم. خب توتال سیم بله دمیجست میشه پایین بریم، نه خیر فعلا مقاومتش همجاست. چرا که همیجا باعث شد که قدر بریزه، فعلا یک دین محدوده قرار داره، ببینیم بیاد اینجا چی واکنش نشان میده. واکنش شکست ازی خوب پوزیشن میده. فعلا معلوم شده است که تمرکز روی بیت کوین زیادتر است. در ذاتی آلت کوین بعد از 10 تا یا 8 تا کوین اول واقعا وضعیت خوب نداره. چرا که دامیننس ما سبز است، وقتی دامیننس سبز میزنه این سرخ میزنه، هر زمان این رقم نیست، گاهی در بین از یا مثلا کندل است به این معنی است که هر آلت کوین هایی که یعنی پایین مارکت کپ پایین که با پیر بیت کوین سودی بود و کندل سبز زدن یک چند درصدی بالا رفتن، غیر از او فعلا باقی ماندهش سرخ است یا داتای اول هم تقریبا سرخ است. خود یو اس دی تی خوبش شد دیگه را فکر کرد. خب حالا چی؟ حالا قبلا هم گفتیم یک ماده حمایتی داریم، این شکست دادی شاید امکان داره فکر کنه یک بازی کنه اینجا برش آسان نباشه، ولی شکست ازی بعد جای نیست برای پوزیشن. اینجا هم گپ دربارش حرف زده بودیم که اگر به این شکل باشه رنج نزنه دقیقا میتونه اینجا بشکنه محدودشه و پایین تر بیم. خب برای فعلا مقاومت مهم می است که ببینیم فعلا امروز چی میکنه، وقتی که در بازار امریکا بازار امریکا باشه و ببینیم چی واکنش نشان میده به. خب برای فعلا در کل منتظر می باشیم. اگر دامیننس بیت کوین سبز بود تمرکز ما روی بیت کوین می باشه که روی بیت کوین پوزیشن باز کنیم بعد از اصلاحی که میده. اگر دامیننس بیت کوین شروع کرد به سرخ زدن و یو اس دی تی هم دامیننس تتر هم شروع کرد به پایین آمدن، میریم طرف آلت کوین ها که با پیر بیت کوین سودی است. واچ لیست هم از اتریوم، بی ان بی، لینک، سولونا و نیر. ای تی چ اف آی بود که فعلا حالت خاصی نداره، برای فعلا نمی واچ لیست است. متوجه باشین دوزا خیلی مهم است که از دستنتین پوزیشن ها را. تشکر از شما که تا دیدم همراه ما بودین. ویدیو رو لایک کنین، چنل سابسکرایب کنین تا ویدیو جدید من به دست شما برسه.